این داستان در مورد مردی به اسم اسکات شروع میشه که حبس خونگی داره و اون یک شب خواب دنیای کوانتومی رو میبینه که مادر هوپ اونجایه و اسکات میره زنگ میزنه به هنگ، بهش میگه من خواب همسرتو دیدم. بعدم دخترش میاد اسکات رو میبره، چون که اسکات نمیتونست از خونه بره بیرون پابند اسکات رو به پای یک مورچه بست و اسکات رو با خودش برد. اسکات وقتی بیدار میشه بهش میگه من نمیتونم از خونه بیام بیرون، حبس خونگی دارم. هوپ به اسکات میگه من روی اون مورچه همه چیزو برنامه‌ریزی کردم که نیاد بیرون. هوپ اسکات رو با خودش میبره توی یک ساختمون که دارن یک راه به دنیای کوانتومی درست میکنن که برن مادرش رو پیدا کنن، اما فقط یه قطعه کم داشتن که به اسکات نیاز داشت. اونا ساختمون رو کوچیک کردن و رفتن برای همون قطعه پیش سانیبرج که قطعه رو ازش بگیره، اما اون قطعه رو بهش نداد و هوپ مجبور شد خودش رو تبدیل به یک زنبورک کنه و باشون مبارزه کرد و اون قطعه رو ازشون گرفت. وقتی میخواست بره بیرون یک روح بهش حمله میکنه و میخواست اون قطعه و ساختمون رو ازش بگیره تا انرژی مادر هوپ بهش برسه و اون خوب بشه، چون اون توی سرش یه قطعه هایی داره که میتونه از دنیای کوانتومی به خودش انرژی بده. اون روح میره جای پدر هوپ و آزمایشگاه رو ازش میگیره و هوپ با پدرش و اسکات میره از توی سیستم آزمایشگاهشون اونو پیدا میکنن. وقتی میخواستن آزمایشگاه رو بردارن روح بیدار میشه و لگد میزنه تو سرشون و بیهوش میشن. وقتی به هوش میان اونا از دستشون فرار میکنن و آزمایشگاه رو با خودشون میبرن. اسکات از توی سیستم میفهمه که مادر هوپ کجایه و وقتی میخواستن تونل رو روشن کنن یکی از دوستای اسکات بهش زنگ میزنه و میگه باید بری خونه چون FBI داره میاد خونتون. اونا هم مجبور میشن تونل رو خاموش کنن. وقتی اسکات میره FBI میاد هوپ و پدرش رو میبره. بعدم اون روحه به FBI حمله میکنه و آزمایشگاه رو ازشون میگیره. اسکات میره هوپ و پدرش رو از زندان نجات میده و اونا فرار میکنن. اگر خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.